مرسی از شما. آره سلطان عشق بخدا کل مردم علی محسن افشاری کسی دوست نداره. اوه اینجوری پیش اومد یا اول فاز من آقا تشریف بیار بالا تشریف بیار بالا تحلیل اینکه مردم چرا دوست دارن با سلبریتی ها عکس بگیرن رو من آپلود کردم در همین کانال آپارات یا یوتیوبی که دارید می‌بینید. پدیده جالب اجتماعی. به نظرتون چرا دوست دارن اینجا عکس بگیرن؟ نمیدونم من میگم با همه حاضر نیستم یه عکس. چرا؟ چی بگیرم بخوشن؟ خب چرا اصفهان مترو سیاستون پس عکس سیاسه ولی اصلا نه دوست داریم شما اصلا فرهنگی این مجلس این کار خودشون مثلا ناراحت نیست. آره شما ناراحت تو این مجلس هم نیست. طبیعی باشه. تو این مجلسی که اجازه بدید خواهش حسین هول نده آقا هول نده من باور نکرده آقا این خیلی پدیده عجیبیه. استاد دانشگاه است، بتونید برید دانشگاه شریف در گروه عمران معماری نمیدونم هر دیگه از اونجا ببینید. بیا آقای فردوسی تو شما چی سلام افرادی که آقای فردوسی برو نهیدی الان نیست. بچه‌ها لحظه اجازه بدید. آقا یه ذره برو کنار آقای محترم. پلاک ماشینشو نگیر خودش ببین ماشینش چیه یعنده خاصیه حالا نمیدونم. استاد دانشگاه است دیگه معلومه. یوتیوبر هم هستن ایشون برنامه فوتبال 360 و اینا رو چه ماشین؟ خوبه بیا آقا. درست. پراید با چیز هیوندای. چه ماشینی؟ آقا شما دستش نبود آجا دستش نبود با زمین نگیر الان اومدم این کسی رو عکس گرفت 20 سال دیگه این فیلم رو میره ببینه باورش نمیشه. خب جالب بود همین برم داخل ببینم چه چیزای جالب دیگه هست. آقای کریم باقری که رفت میدونست چی میشه تجربه داشت. الان خدا نگهداره. این جنبه‌های جامعه شناختی اتفاقات خیلی جالبن. خب فعلا خداحافظ. توی این وقایع میتونید شرکت بکنید و جامعه شهرکار در منطقه 2 تهران خودش